أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب استحباب سؤال اهل المریض عن حاله، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن احوال پرسی اهل بیمار از حال بیمار. یعنی بیمار وقتی که یگان خانوادهش رو میبینی در راه و در جای، همین خانواده بیمار را پرسیدن از حال بیمار مستحب است. یعنی که پدرش باشد، اکا و دادرش باشد، فرزندش باشد، فلانی چی جور است، گفته پرسیدن این مستحب است. خب حدیثی که در زیر این باب میارد حدیث 909 کتاب ریاض الصالحین هست. عن ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، هر آینه میگه علی پسر ابو طالب رضی الله عنه، خرج من عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر آمد از نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فی وجعه الذی توفی فیه، در همون بیماریش که وفات کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در همون بیماری که نتیجهش با وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجامید. هر وقتی که حضرت علی از نزد پیغمبر بر آمد، فقال الناس، پس مردم حضرت علی را گفتند یا ابوالحسن، ای ابوالحسن، کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی چی طور گشته است رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا میتونیم بگیم که شب رو چی طور روز کرد رسول الله، یا حال رسول الله چی جور است. قال اصبح بحمد الله بارئا، یعنی که گشته از پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حمد و ستایش الله سبحانه و تعالی، بارئا یعنی که نزدیکی به خوب شدن و یعنی که خوب شده است. بارئا یعنی که از بیماری شفا یافته، نزدیک است که از بیماری شفا بیابد، یعنی که نزدیکی شفا یابیش است. پس میگه حضرت علی رضی الله عنه همینطور جواب داد. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس همین دلیل است که خانواده بیمار را از حال بیمار بپرسیم، چطوری که علی رضی الله عنه را مردم از حال پیغمبر پرسان شدند. این باب با همین یک حدیث به آخر رسید. باب بعدی، باب ما یقوله من اویس من حیاته، یعنی باب درباره آن چیزی که میگوید، آن چیزی که گفته می شود برای شخصی که اویس من حیاته، یعنی که ناامید شدگی از حیاتش، یعنی که کسی که وقتی مرگش فرا رسیدگی است، دیگر امیدی شفایابی نیست، یا که میدونه که میمرد یه هفته پس، بگیم یه روز پس، یا یه ساعت پس، یا نیم ساعت پس، قصاص است باید قتلش کنن. خلاصا کسی که از زندگی دیگر امیدش کندگی است، باید بمیرد. خب چی میگوییم با اون؟ ما یقوله من اویس من حیاته، با اون انسان چی بگوییم؟ میگد که حدیث در این باره حدیث میرد، حدیث 910 همه کتاب ریاض الصالحین. عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم و هو مستند الی یقول، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکیه زدگی بود به من، میگه حضرت عایشه رضی الله عنها میگه تکیه زدگی بود به من، میگفت، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اللهم اغفر لی وارحمنی. یا این باب در مسئله کسی که بگیم وقتی مرگش فرا رسیدگی است، فهمو کسی که وقتی مرگش فرا رسیدگی است، در حالت سکرات موت است. پس این انسان چی میگوید؟ یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اللهم اغفر لی وارحمنی، یعنی ای بار الها ببخش من را و رحم کن بالای من، و الحقنی بالرفیق الاعلی،
یعنی ای بار الها ملحق بگردان من را بر رفیق اعلا. بر رفیق اعلا یعنی با ملائکه و با صالحین، یا همچنین میگن بعضی میگن با رب العزت، یا بعضی میگن با جبرائیل علیه السلام. خلاصه رفیق الاعلا چند چیز گفته می شود. خب به همونها من را میگه چکار که ملحق بگردان، یعنی که من را با اونها پیوست بگردان، یک جا بگردان. این حدیث متفقون علیه است. پس انسانی ناامید شدگی باشد از حیاتش، پس این طور دعا میکند اللهم اغفر لی وارحمنی و الحقنی بالرفیق الاعلا، یعنی به صالحین مرا پیوست بگردان، همراه صالحین مرا بگردان. حدیث متفقون علیه است. و عنها قالت، یا که با حدیث 911، حدیث 911 از کتاب ریاض الصالحین. و عنها قالت، یعنی باز از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو بالموت، میگوید که دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را و هو بالموت، و در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت مرگ بود، یعنی در حالت سکرات موت بود. عنده قدح فیه ماء، یعنی در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاسه بود که در داخلش آب، یک کاسه پر از آب در نزد پیغمبر بود. و هو یدخل یده فی القدح، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد میکرد، می انداخت دستانش را در همون کاسه پر از آب، یعنی دستانش را در اون کاسه تر میکرد. ثم یمسح وجهه بالماء، بعد میشکید رسول الله صلی الله علیه و سلم روی مبارکش رو با آبی که از کاسه دستش تر میشد، روی مبارکش رو میشکید. ثم یقول، بعد میگفت اللهم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یعنی که بار الها کمک کن مرا بر سختی های مرگ و بر دشواری های مرگ. غمرات سختی ها و همچنین دشواری ها، سکرات هم همچنین سکرات موت، دشواری ها و سختی ها، هر دش با یک معنا هستند. از این سویت چه میتونیم سختی ها بگیم، چه میتونیم دشواری ها بگیم. یعنی به سختی های مرگ و دشواری های مرگ ای الله تبارک و تعالی من را کمک بکن. رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کرده است. خب این باب هم به آخر رسید. باب بعدی باب استحباب وصیت اهل المریض، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن وصیت کردن اهل بیمار، یعنی خانواده بیمار را وصیت بکنیم. و من یخدمه، و هر کسی که به بیمار خدمت میکند اون انسان رو وصیت بکنیم. با چی وصیت بکنیم؟ خانواده بیمار رو، یا که کسی که به بیمار خدمت کرده چی وصیت کنیم؟ میگه بالاحسان الیه، وصیت کنیم که خانواده بیمار و خدمتگار بیمار نیکویی به بیمار بکند، یعنی خوبی کند در حق بیمار. و احتماله، و همچنین به خانواده بیمار رو با خدمتگار بیمار وصیت بکنیم، توصیه بتیم که احتمالی، یعنی که تحمل بکند اون بیمار را، یعنی که بیمارداری بسیار کار دشوار است، اما خانواده‌اش و خدمتگارش تحمل بکند این کار را. و صبری، و همچنین میگه باید وصیت بکنیم به صبر، خانواده بیمار و خدمتگار بیمار صبر بکند علی ما یشق من امره، بر آن چیزی که مشقت میآید از کار بیمار، از کاری که بالای اون انسان میآید، یعنی که بیمارداری شب و روز و بگیم دوده و پروپری که هست، بیمارداری یا کار مشکل، بعد در این کار مشکل سختیایی که هست انسان باید صبر بکند. و کذالک الوصیت، و همچنین وصیت بکنیم بمن قرب سبب موته، یعنی هر کسی را که نزدیک شدگی است سبب مرگش، هر کسی را که سبب مرگش نزدیک شدگی است او را وصیت بکنیم. به حد، یعنی که اون مرگش به حد باشد، یعنی به مجازات شرعی، او قصاص، یا به حساب قصاص باشد قصاصش بکنن، او نحوه ما، یا مانند همین یگان کار شرعی را که این انسان باید قتل کرده شود، یعنی میدوند که میمرد
چند لحظه بعد به دور میکشندش یا سرش زده میشود. پس اون انسان را هم همچنین وصیت کردن خوب است، مستحب است. خب اکنون در همین باب موضوعی که طولانی که گذاشت، در همین جا اکنون یک حدیث برامون تقدیم میکند. یک حدیث میارد، میگوید که حدیث 912 از کتاب ریاض الصالحین. حدیث 912 از کتاب ریاض الصالحین میگوید: عن عمران بن الحسین رضی الله عنهما ان امرأة من جهینة اتت النبي صلی الله علیه و سلم و هی حبل من الزنا. میگوید که از عمران ابن حسین رضی الله عنهما روایت است، هر آینه زن از قبیله جهینه اتت النبی صلی الله علیه و سلم آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هی حبل من الزنا، و در حالی که همون زن، همین زنی از قبیله جهینه حامله دار شدگی بود از زنا، از زنا حامله دار شدگی بود. پس آمد نزد پیغمبر پس همین زن گفت که یا رسول الله، ای رسول الله، اصبت حدا فاقمه علی. گفت ای رسول الله، مرتکب شدم من به حدی، سزاوار شدم به مجازات شرعی که فاقمه علی، پس بر پا بدار، اجرا بکن همون حد رو بالای من، همون حد شرعی را، همون مجازات شرعی را بالای من برپا بکن که من گناه انجام دادم. فدع، یعنی زنا کردم. فدع رسول الله صلی الله علیه و سلم ولیها. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی اون زن را فریاد کرد. ولی یعنی که سرپرست و صاحب اون زن را فریاد کرد و فقاله، پس صاحب اون زن را، سرپرست اون زن را گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که احسن الیها، یعنی نیکویی بکن به این زن. فاذا وضعت فاتنی بها، پس هنگامی که تولد کرد کودکش را، فاتنی بها، پس بیار همین زن را نزد من. یعنی که این زن زنا کردگی است، بعد از کودکش تولد کردن بیارش. ففعل، پس میگه که اون مرد، یعنی صاحب همون زن، این زن را همین کار انجام داد، یعنی که بعدی تولد کردن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردش همین زن را. فامر بها النبی صلی الله علیه و سلم، پس امر کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون زن را، که امر کرد به زن که فشدت علیها ثيابها، پس سخت بسته شد بر اون زن لباسهایش، لباسهای زن بسته شد تا اینکه در حالت سنگسار کردن بدنش نمایان نشود. پس میگه لباساش بسته شد. ثم امر بها فرجمت، پس امر کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرجمت، پس سنگسارش کردن، پس این زن زناکار را سنگسار کردن. ثم صلی علیها، بعد از سنگسار کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون بالای این زن نماز جنازه خواندند، یعنی نماز جنازه شونه پیغمبر خودش خواند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این باب با همین یک حدیث به آخر رسید، یعنی انسانی که وقتی نزدیک است وفاتش، نصیحتش کردن در کار است، یا که به اهل و خانوادهش توصیه دادن در کار است که به اون زن نیکویی بکنند. بعد از این باب جواز قول المريض انا وجع او شدید الوجع او موعوک او رأساه و نحو ذلك. خب میگه باب درباره جایز بودن سخن بیمار بگوید که انا وجع، یعنی من بیمار هستم. بیمار میتونه بگه که من بیمار هستم. او شدید الوجع، یعنی بسیار درد دیده ایستادم. او موعوک، یعنی من تب دارم. او رأساه، بگه وای سرم. و نحو ذلك، و مانند همین سخنها را بگوید. و نحو ذلك، و مانند همین سخنها را گفتن برای بیمار جایز است. و بیان انه لا کراهت فی ذلك، و همچنین
بیانی که انه لا کراهت فی ذلک، هر آینه مکروه در گفتن این سخنایی که در بالا گفتیم، یعنی که من بیمار هستم و یا سخت درد دیده استم یا تب دارم یا که ای وای سرم، همین گپا را گفتن میگه مکروه نیست. اذا لم یکن علی التسخط و اظهار الجزع، هنگامی که از تسخط نباشد، از روی خشم و غضب نباشد، از قهر این گپ را نگویی، و اظهار الجزع، و همچنین از اظهار بی‌صبرانه و بی‌صبری نباشد. یعنی که یک انسان همینطور بگوید مقصدش خشم و غضب و بی‌صبری نباشد، بلکه بیان کردن حالش باشد، در این صورت میگه گفتن همین گپا اشکال ندارد، مکروه نمی باشد. اکنون در این باره برامان چند حدیث تقدیم میکند، 3 حدیث میاره تقریبا. حدیث اول این باب، حدیث 913 کتاب ریاض الصالحین. عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم و هو یوعک، میگه در آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در حالی که پیغمبر تب داشت، میگه نزدش در آمدم. فمسیسته، پس میگه من پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو قپیدم. فقلت، پس میگه گفتم که انک لتوعک وعکا شدیدا، میگه گفتم هر آینه توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تب میکنی، تب کردنی سختی، یعنی تب میکنی بسیار تبی سخت. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اجل اینی اوعکو کما یوعک رجلان منکم، گفت هر آینه من تب میکنم چی طوره که تب میکنه 2 مردی از شما، یعنی به اندازه 2 کس من تب میکنم. یعنی بیماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظر به بیماری دیگران سختتر بود، یعنی بیماریش نظر به بیماری دیگرها سختتر و دشوارتر بود. از این رو پیغمبر گفت که من تب میکنم چطوری که 2 مردی از شما تب میکنه، اینقدر تب سخت میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 914 و عن سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه قال، یعنی که از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که گفت جاءنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعودنی من وجع اشتد بی، میگه آمد نزد من رسول الله صلی الله علیه و سلم از یعودنی، یعنی که عیادت میکرد من را، از بیماری سختی که گرفتار شدگی بودم، یعنی بیماری سختی که بودم پیغمبر نزدم آمد. فقلت، پس میگه پیغمبر را گفتم که بلغ بی ما ترا، یعنی رسید به من اون چیزی که تو میبینی، و انا ذو مال، یعنی من دارای مال هستم، ولا یریثنی الا ابنتی، یعنی که وارث ندارم مگر دخترم، یعنی فقط یک دخترم وارثم است و خلاص که من صاحب مال هستم، من بیمار شدم. یعنی که جای دلیلش همین که میگه که من وجع اشتد بی، یعنی بیماری سختی که من داشتم. یعنی انسان اگر بیمار باشد حالش بیان بکند، یعنی مکروه نیست، زیرا که بیان کردن حال است، نه شکایت و نه غضب و نه خشم، از این حساب باکی ندارد. میگه و ذکر الحدیث، حدیث طولانی را میگه ذکر کرد، متفق علیه، این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 915 و عن القاسم ابن محمد قال، میگه که از قاسم ابن محمد روایت است که گفت قالت عایشه رضی الله عنها، میگه گفت حضرت عایشه رضی الله عنها و رأساه، یعنی ای وای سرم گفت میگه حضرت عایشه. فقال النبی صلی الله علیه و سلم بل انا و رأساه، یعنی بلکه من هم همچنین وای سرم، یعنی من هم همچنین سرم درد کرده است، از وای سرم. یعنی از این حدیث دلیل است که انسان وقتی بیمار بشه یا جوش درد میکند، برای بیان کردن حالش اگر که شکایت بکند، بگه وای دستم، وای پام، وای سرم، وای شکمم، گفتم مثلا نام همون جایش که درد میکند،
همونجا را نامبر بکند، در این صورت اشکال ندارد، به شرطی که از روی غضب، از روی ناراضگی و از روی خشم نباشد، بلکه بیان حالش باشد، مکروه نمی باشد و جایز است. و ذکر الحدیث، میگه حدیث را ذکر کرد، رواه البخاری، این حدیث را همچنین امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. خب با همین این بابان به آخر رسید. باب نو، باب تلقین المحتضر لا اله الا الله، یعنی باب در مسئله تلقین دادن انسانی که جان داده ایستاده است با کلمه لا اله الا الله. در پیش میریم و انسانی که جان داده ایستاده باشد اون را چکار میکنیم؟ تلقینش میکنیم. در پیش میریم لا اله الا الله میگیم و تلقینش میکنیم به همین کلمه زیبا. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزه به پایان، تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.